کتاب دوستی، فصل 3. آفریدن رابطه امن. رابطه امن یعنی رابطه دلگرم کننده که به ما احساس تنها نبودن رو منتقل میکنه چگونه ایجاد میشه؟ چه زمانی در یک رابطه احساس امنیت میکنید؟ در زندگی نسبت به وجود چه کسانی دلگرم هستید و این حس دلگرمی از کجا میاد؟ به طور کلی چیزی به ما احساس امنیت میبخشد که ترس ما را برطرف کند، یعنی بتواند از ما در مقابل تهدیدها دفاع کند. به عنوان مثال اگر از گیر نیاوردن تاکسی و دیر رسیدن به سر کار ترس داشته باشیم، وجود یک آژانس اتومبیل در محل به ما امنیت میده. یعنی رابطه کاری در این مورد مؤثر است. و یا اگر از مورد سرقت قرار گرفتن هراس داشته باشیم، به این دلیل که در آن مکان پلیسی وجود ندارد، ترجیح می‌دهیم با یک جمع همراه باشیم. یعنی ترس ناشی از کمبود قدرت را با رابطه گروهی برطرف می‌کنیم و غیره. این گونه رابطه ها با وجود آنکه ترس های ما را کم می کنند، اما بیشتر به عنوان رابطه مفید و سازنده شناخته می شوند تا رابطه امنیت بخش. کسی را ندیدم که نسبت به 3 سطح نخست رابطه، یعنی رابطه های فیزیکی، گروهی و سودی و حتی رابطه خوب، احساس امنیت و دلگرمی داشته باشد. چون این رابطه ها به ما امنیت می دهند، نه احساس امنیت. چرا؟ شاید یکی از مهمترین دلایل آن این باشد که خود این رابطه ها ایمن نیستند. یعنی الزامی به پایداری ندارند و فلسفه شکلگیری آنها بگونه است که به راحتی تغییر و تعویض اعضای خود را میپذیرند. 3 سطح نخست رابطه اولویت‌ها و خطوط قرمزی دارند که دلیل شکلگیری آن رابطه است و چنانچه کسی از این خطوط عبور کند دیگر عضو رابطه نخواهد بود. اینکه عضو یک رابطه قدرتمند باشم که قادر به دفاع از من است، اما هر آن ممکن است جای مرا به کسی بدهد که برایش مفیدتر است، یعنی از خود عضویت من در رابطه دفاع نمی کند و این اگر احساس نگرانی بیشتر ایجاد نکند، بیشک آنقدر هم احساس امنیت به وجود نمی آورد که به آن رابطه دلگرم کننده بگویم. نکته: اگر رابطه بخواهد احساس امنیت به من ببخشد، ابتدا لازم است که نفس عضویت من در آن متضمن امنیتم باشد. اگر رابطه بخواهد احساس امنیت به من ببخشد، ابتدا لازم است که نفس عضویت من در آن متضمن امنیتم باشد. نیاز به وجود چنین رابطه‌ای شکل عمیق‌تری از گرد هم آمدن را تعریف کرده است و آن رابطه‌ای است که عضویت من بر اساس سود و زیانم برای آن بلافاصله تهدید نشود، یا حداقل این اولین معیار سنجش عضویت من نباشد و به راحتی مرا اخراج نکند. این همان چیزی است که گاه به شکل مرام و معرفتی دیده می شود. شاید چنین رابطه‌ای بیشتر احساسی به نظر برسد تا منطقی، اما به نظر من بیشتر از هر چیزی خردمندانه است. وقتی گروهی با چالش‌های ناشناخته و بزرگتر از ظرفیتش روبرو می شود، برای عبور از این مرحله بیش از هر چیز نیازمند حفظ انسجام و پیوستگی است. اما در شرایط بحرانی به طور معمول برتری سود به زیان عضویت در گروه تغییر می کند. در چنین وضعیتی هر عضو گروه به این نتیجه خواهد رسید که چرا در گروهی بماند که زیانش بیشتر از سودش شده است
در حالی که گروه با او چنین رفتار نمی کند. این به بیمه می ماند. پرداخت حق بیمه یعنی پذیرش زیان کوچک از سوی من، پولی که از دست می دهی، در مقابل پذیرش زیان بزرگتر احتمالی از سوی شرکت که ممکن است من به آن وارد کنم. گروه‌های قدرتی یا سودی که مهمترین عامل عضویت اعضای خود را بر پایه سود و زیان آنها برای خود تعریف کرده اند، به درد مواجهه با چالش و سختی‌های بحرانی نمی‌خورند، بلکه بیشتر به درد تحقق اهدافی می‌خورند که خطرهای جدی و ناشناخته سر راه آن قرار ندارد. نکته: وقتی گروهی با چالش‌های ناشناخته و بزرگتر از ظرفیتش روبرو می‌شود، برای عبور از این مرحله بیش از هر چیز نیازمند حفظ انسجام و پیوستگی است. به عنوان مثال برای نگهداری از شبکه آب و فاضلاب و توسعه آن در مناطق شهری به گروه نیاز داریم، اما برای جستجوی آب در بیابانی ناشناخته و بدون امکانات کافی به چیزی بیش از گروه نیاز داریم. یا مثال روشن‌تر، برای بانکداری وجود گروه کافی است، اما برای سرقت از بانک که پر از چالش و ناشناخته است، گروه و رابطه گروهی و سودی هرگز کافی نیست. در اینجا ما به جمعی پایدارتر از گروه نیاز داریم. جمعی که برای محافظت از اعضای خود حاضر است بدون در نظر گرفتن ارزشی که آن عضو برایش داشته همه جوره هزینه بپردازد. در غیر این صورت هیچ کس شهامت این را که دورترین شخص به ماشین فرار باشد نخواهد داشت. خب این سرقت از بانک است، رژه پیشاهنگی نیست که همه در یک صف قدم بزنند. این فقط یک مثال بود. می‌دانیم که دزدی کار خیلی بدی است. نکته: گروهی که اولین و مهمترین شرط وجودیش وفاداری اعضا به آن و وفاداری گروه به هر عضو باشد، یک تیم است. رابطه امن رابطه تیمی است. جایی که ما به رابطه پایدارتر و وفادارانه تر از رابطه گروهی نیاز داریم، یک گام فراتر می‌گذاریم و رابطه تیمی ایجاد می‌کنیم. البته هر تیم خود یک گروه است، اما هر گروهی تیم نیست. آنچه منجر به شکلگیری وفاداری دو جانبه میان گروه و هر عضو در یک تیم می شود، تعهد اعضای تیم به حمایت همیشگی و تمام قد از یکدیگر است. نکته: رابطه اعضای یک تیم نه بر اساس سود و زیان که بر اساس حمایت استوار شده است. اعضای یک تیم از یکدیگر حمایت می کنند. پیش از اینکه بیاندیشند این حمایت به نفع آنها هست یا نه. حمایت نخستین و ضروری ترین قانون یک تیم است. دقت داشته باشید که در هر گروهی کم یا زیاد حمایت وجود دارد. اما آنچه یک گروه را به تیم تبدیل می کند، تغییر اولویت و اهمیت حمایت از رده‌های پایین‌تر به نخستین رده است. یعنی اینکه حمایت پیش از هر چیز دیگری گذاشته شود. هر تیم واقعی را که مورد بررسی قرار دهیم، حمایت از یکدیگر مشهودترین کاری است که اعضای آن انجام می‌دهند، مثل تیم نهنگ‌ها یا سارقین بدکار اما موفق یک بانک، و یا تیم فوتبال اروپایی در یک تیم حرفه‌ای فوتبال وقتی بازیکنی توپ را به بدترین منطقه ممکن میبرد. همبازی‌های او نمی‌ایستند که این حرکت را ارزش گذاری یا مجازات کنند. آنها با تمام توان تلاش می‌کنند از او حمایت کنند. اندکی جلوتر به بررسی ماهیت و ساختار حمایت خواهیم پرداخت. اما پیش از آن لازم است بگویم تنها دلیل نیاز به داشتن تیم
نیاز به تضمین پایداری رابطه نیست. اگر از هر راه به تضمین پایداری رابطه و ایمن شدن عضویت در یک گروه دست یابیم، هنوز به این معنی نیست که به رابطه امنیت بخش هم رسیده ایم. رابطه تیمی رابطه امنیت بخش و دلگرم کننده است، چون علاوه بر امن بودن رابطه به بزرگترین ترس ما پاسخ می دهد. و بزرگترین ترس بشر چیست؟ به باور من بزرگترین ترس این است که نمی‌داند از چه باید بترسد یا از چه قرار است بترسد. چیزی که به آن ترس از ناشناخته ها می‌گوییم. ما از خیلی از چیزها می‌ترسیم، اما نمی‌دانیم در آینده با کدام یک از آنها روبرو خواهیم شد. به همین علت گروه‌هایی که برای دفاع و کمک به ما در شرایط از پیش تعریف شده وجود دارند، چندان حس امنیت را به ما نمی‌دهند، اگرچه ممکن است امنیت را در حوزه خود به ما داده باشند. عضویت در گروه بیمه آتش سوزی مرا از بیخانمانی ناشی از آتش سوزی ایمن می‌کند. اما شاید در آینده آتشی در نگیرد و سیل بیاید. شاید فرزندم بیماری ناعلاجی بگیرد یا قلبم بشکند. شاید هم چکم برگشت بخورد یا اینکه کسی بخواهد آبرویم را ببرد و یا های دیگر. و از همه بدتر این که شاید اتفاقی بیفتد که به ذهنم هم نمیرسد. به نظر شما عضو چند گروه حمایتی باید بشوم تا از بیشمار تهدید واقعی و فانتزی معقول و نامعقول ایمن شوم؟ چنین رویکردی برای رسیدن به حس امنیت نتیجه نمی‌دهد. بنابراین ما به دنبال امکان دیگری می‌گردیم. اگر نمی‌توانیم خود را از همه تهدیدها و سختی‌ها حفظ کنیم، اما می‌توانیم در مقابله با آنها تنها نباشیم. حامی کسی است که مرا تنها نمی‌گذارد. کسی که در شرایط سخت و در هر زمان که نیاز دارم حضور دارد و من رابطه پایدار با او دارم. این همان چیزی است که مرا دلگرم می‌کند و کمینه‌ای از حس امنیت را تأمین می‌کند. نکته: حامی کسی است که مرا تنها نمی‌گذارد. کسی که در شرایط سخت و هر زمان که نیاز دارم حضور دارد و من رابطه‌ای پایدار با او دارم. وقتی اعضای یک گروه به حضور و همراهی یکدیگر به صورت قلبی و حسی هم پیمان و متحد می‌شوند، رابطه خود را از گروه به تیم ارتقا می‌دهند. چنین موقعیتی به معنای شکلگیری روحیه حمایت و تبدیل شدن اعضای گروه به حامی یکدیگر است. از کهن‌ترین تیم‌های شناخته شده خانواده است. در اصل انسان‌ها برای داشتن تیم به تشکیل خانواده روی می‌آورند، چیزی که آنها را از ترس تنهایی ایمن می‌کند. خانواده پایدارترین و خصوصی‌ترین تیم است، یا شاید بهتر است بگوییم قرار بوده که باشد. البته خانواده شامل رابطه کامل فیزیکی، گروهی و سودی هم هست. امکان در تیم بودن خیلی ساده، یعنی امکان از درون با هم بودن. وقتی تو تیمی نداشته باشی، در حقیقت تنها هستی. حتی اگر اطرافت آنقدر شلوغ و پر ازدحام باشد که داشتن یک جای خلوت برایت آرزوی دست نیافتنی شده باشد. وقتی نوجوان بودم با بچه‌های کوچه یه تیم فوتبال محلی داشتیم. تیم افتضاحی بود. ما بیشتر مسابقه ها رو می‌باختیم. تعدادش رو نمیدونم. آخه چه کسی نیاز داره آمار باختاش رو نگه داره؟ اما چیز مهم درباره تیم این بود که همه ما تمام روز را در اشتیاق رسیدن ساعتی از بعد از ظهر سپری می‌کردیم که دور هم جمع می‌شدیم و عازم مسابقه دیگر می‌شدیم و به احتمال زیاد
باختی دیگر. این بهترین لذت آن دوران از زندگی ما بود. میدانی چرا؟ جواب خیلی ساده است. چون ما تیم بودیم. ما در این تیم با هم بودن واقعی را تجربه می کردیم. تعلق داشتن به یک گروه، اهمیت داشتن و اهمیت دادن را تجربه می کردیم. تیم داشتن انگیزه ادامه دادن به تو می دهد، حتی آنجا که موفقیتی وجود ندارد. وقتی تیم داریم بازی لذت بخش است، حتی اگر بازیکنان خوبی نباشیم. وقتی تیمی داشته باشی تنها نخواهی بود و شاید بخواهی که تنها نباشی. نکته: وقتی تو تیمی نداشته باشی در حقیقت تنها هستی، حتی اگر در اطرافت آنقدر شلوغ و پر از ازدحام باشد که داشتن یک جای خلوت برایت آرزویی دست نیافتنی باشد. رفتار اعضای گروه در مواجهه با تهدید و خطر خارجی نشان می‌دهد که رابطه برقرار شده میان آنها تیمی هست یا نه. اختلاف‌های داخلی میان اعضای یک تیم در صورت روبرو شدن تیم با تهدید خارجی کمرنگ‌تر و اعضای آن بیشتر به هم نزدیکتر می‌شوند و منسجم‌تر و قدرتمندتر می‌شود. اما در یک گروه غیر تیمی وجود بحران و تهدید خارجی فرصتی می شود برای تصفیه دلخوری‌ها و حساب‌های ناتمام میان اعضا. اختلاف‌های پنهان آشکار و برخلاف تیم، گروه ناپایدارتر و آسیب‌پذیرتر می شود. داستان: نازگلی دل پری از مشغولی داره و چیزهایی هم هست که مشغولی دلش میخواد سرشو از دست نازگلی به دیوار بکوبه. اما امروز موضوعی پیش اومده که این جمع 2 نفره رو تهدید میکنه. تصمیم بانک برای به حراج گذاشتن تنها خانه خانواده که در رهن بانک بوده. اگه وجود این بحران باعث شه که نازگلی و مشغولی دعواهای خود رو به طور موقت فراموش کنن و نسبت به یکدیگر به احساس نزدیکی و دلنگرانی بیشتری برسن، یعنی تلاش کنن در عبور از این بحران از یکدیگر حمایت کنند، آنگاه حضور هر یک از اونها برای دیگری در این موقعیت دلگرمی محسوب می شود. در نتیجه هر کدام با خود این حس را خواهند داشت که چه خوب است که او هست. چه خوب است که او هست. در این صورت خانواده کوچک آنها یک تیم است و نازگلی و مشغولی تنها نیستند. اما اگر وجود این تهدید باعث بشود که اختلاف‌های نازگلی و مشغولی بیشتر بشه و هر کدوم بخواهند این مشکل را به گردن دیگری بیاندازند و از این فرصت برای له و لورده کردن هم نهایت استفاده را ببرند تا همه نارضایتی‌های کهنه خود را تلافی کنند، وضعیتی به وجود خواهد آمد که دیگری با خود بگوید اکنون 2 مشکل دارم، یکی بانک و یکی همسرم. کاش دست کم یکی از اونها اکنون نبود. این خانواده هیچگاه تیم نبوده و از اساس هنوز موفق به رسیدن به فلسفه وجودی خود نشده است. تیم با فشار از بیرون پخش نمی شود، جمع‌تر می شود. چگونه می توانیم سطح یک رابطه را به رابطه پایدار تیمی ارتقا دهیم؟ ارتقای گروه به تیم. برای اینکه بتوانیم با کسی یا کسانی که برایمان مهم هستند یک تیم ایجاد کنیم، باید کاری کنیم که آنها برای مواقع بحرانی پیش از هر احساس دیگر از ما حس امنیت و دلگرمی دریافت کنند. یعنی لازم و کافی است که نقش یک حامی را برای آنها داشته باشیم. حس امنیت و دلگرمی با داشتن حامی و پشتیبان ایجاد نمی شود، بلکه زمانی ایجاد می شود که احساس کنیم پشتیبان و حامی داریم. تفاوت ظریف این دو
بین داشتن چیزی و حس داشتن آن است. امنیت برخلاف ایمنی یک واقعیت بیرونی نیست، بلکه یک حس درونی و ذهنی است و این حس را هر حامی نمیتواند در ما ایجاد کند. ممکن است حامی‌های زیادی در زندگی خود داشته باشیم، اما از میان آنها کسانی ایجاد کننده ی حس امنیت هستند که توانستند خود را در دنیای ذهنی ما به عنوان حامی معرفی کنند. این نکته ساده اما کلیدی است، چون علت شکست‌هایمان در تشکیل تیم را نشان می‌دهد. رابطه من با او عاری از عشق است، چون نتوانستیم بستری از دوستی و رفاقت برای این رابطه بیافرینیم. پیش از اینکه بتوانیم دوست باشیم، باید بتوانیم با هم یک تیم باشیم. یعنی اینکه بتوانیم برای یکدیگر نقش حامی را بازی کنیم. اما چرا با وجود همه کارهایی که من تصور می‌کنم برای حمایت از او تا به حال انجام دادم، او مرا آنقدر حامی خود حس نمی‌کند که به تیم خود راهم دهد؟ داستان: مشغولی برای همسر خود نازگلی کارهایی کرده است که کمتر همسری انجام می‌دهد. او حتی ماشین خودش رو به نازگلی داده و پیاده سر کار میره. یه بار به خاطر او در مقابل همه اعضای خانواده‌اش ایستاد تا از اون حمایت کنه و در نتیجه هنوز با مادرش قهر است. در حالی که در فشار شدید مالی بود، انگشتری که دل نازگلی را رو بوده بود براش خرید و هنوز داره قسطش رو میده. حتی یه بار که لیوان چای داشت روی نازگلی برمیگشت، 2 دست خود رو جلوی لیوان قرار داد و 2 ساعت از درد سوختگی ناله کرد. البته بین خودمون بمونه، چای اونقدرم داغ نبود، ولی نازگلی که نمیدونست. و خلاصه مشغولی برای خودش یه پا قهرمان بوده. اما میدونی نازگلی الان از مشغولی چی میخواد؟ طلاق. اگه وجود مشغولی حس دلگرمی و امنیت را به نازگلی میداد، هرگز نازگلی به این راحتی به جدایی فکر نمی‌کرد، حتی اگر زندگی آنها لذت بخش نمی بود. مانند بسیاری از خانواده‌ها که با وجود اینکه محیطی شبیه به جهنم دارند، اما پایدار هستند و فروپاشی آخرین چیزی است که خانواده را تهدید می‌کند. چون بیشتر افراد با وجود اینکه از آسایش و خوشحالی بیش از امنیت لذت میبرند، اما هیچ چیز را بر حس امنیت مقدم نمیشمارند. حتی نازدون دختر مشغولی هم با وجود همه فداکاری‌های پدر او را به عنوان یک حامی حس نمی‌کند. مشغولی می‌نالد که چرا پس از این همه از خودگذشتگی نتوانسته با همسر و فرزندش دوست باشد. آه مشغولی، دوستی بخوره توی سرت، تو هنوز نتونستی با اونها حتی در یک تیم باشی. اینجاست که باید بپذیریم ممکن است درک و باورمان از حامی بودن و حمایت کردن مشکل داشته باشد. ممکن است برای حمایت از کسی کارهای بسیار بزرگی را انجام دهیم، اما ایجاد این حس که حامی او هستیم بیش از آن که تحت تاثیر کارهای بزرگی که انجام داده ایم باشد، تحت تاثیر کارهای کوچکی است که انجام نداده ایم. حامی بودن کار دشواری نیست. به قهرمان بودن یا توان زیادی داشتن نیاز ندارد. ضعف بیشتر ما انسان‌ها برای حامی دیگران بودن و در نتیجه تیم داشتن از ناتوانی در پشتیبانی کردن از دیگران نیست، بلکه از نداشتن نگرش درست درباره حمایت کردن است. نداشتن نگرش درست درباره حمایت کردن. در ادامه می‌خواهیم ببینیم که چه درک و نگرشی از حمایت داریم و چرا این نگرش کار نمی‌کند. فکر می‌کنیم حمایت چیست؟ هر کدام از ما به واسطه نقشی که در زندگی بر عهده داریم از اطرافیان، دوستان، اعضای خانواده، همسر و فرزندانمان
حمایت کرده ایم و به همان میزان کمتر یا بیشتر مورد حمایت دیگران نیز قرار گرفته ایم. بیشتر ما به عنوان یک کودک در تمامی مراحل رشد، دوران نوجوانی و جوانی حمایت پدر و مادر را تجربه کرده ایم. حتی زمانی که خود نقش یک حامی را در زندگی ایفا می‌کنیم، باز هم نیاز به حمایت دیگران داریم و از راه همین حمایت است که احساس دلگرمی و امنیت را در زندگی تجربه می‌کنیم. حالا به چند پرسش تازه می‌رسیم. 1. حمایتی که تاکنون در زندگی خیش به کار برده یا در اطرافیان خیش درک کرده ایم دارای چه ویژگی هایی است؟ 2. از چه کسانی حمایت می کنیم و در چه مواقعی؟ 3. تا به کجا این حمایت ادامه دارد و شامل چه مواردی می شود؟ اگر به این پرسش ها پاسخ دهیم خواهیم دید که حمایت در دنیای ما ممکن است با ویژگی های زیر همراه باشد. حمایت مشروط است. حمایت منقطع است. حمایت محدود کننده است. حمایت مشروط است. ممکن است همه افراد گروه ارزش حمایت کردن نداشته باشند. هر کسی که حمایت مرا می‌خواهد یا باید شایستگی خود را ثابت کرده باشد یا اینکه دوستش داشته باشم. بنابراین حمایت به چیزهایی مانند دوست داشتن، رابطه مطلوب داشتن و یا شایسته بودن دیگری مشروط می شود. چرا باید از کسی که علاقه‌ای به اون ندارم یا رابطه مطلوبی با اون ندارم حمایت کنم؟ حمایت منقطع است. حمایت از حمایت شوندگان نیز همیشگی نیست. این حمایت بستگی به شرایط رابطه و وضعیتی دارد که دیگری در آن قرار گرفته است. کمتر پیش می آید که در زمان دلخوری ها و رنجش ها حمایت ادامه پیدا کند. اما آن تنش هایی بیشتر باعث قطع شدن حمایت می شود که در حکم عبور از خطوط قرمز ماست. این به آن معناست که فقط در مقاطعی از تو حمایت می کنم که رفتار تو از نظر من مورد تایید باشد و اگر نبود از حمایت من خبری نیست. حمایت من از تو مشروط به رعایت اصول من از طرف تو است. این به نظر بدیهی می آید، زیرا چگونه می توانم کمک‌های خودم را در اختیار تصمیمی قرار دهم که برخلاف اصول و ارزش‌های من است؟ چگونه می توانم به تحقق اتفاقی کمک کنم که از نظر من نباید رخ دهد؟ حمایت محدود کننده است. آیا حمایت همیشه برای حمایت شونده مطلوب است؟ کم نیستند حمایت هایی که به قدری شدید انجام می شوند که دیگری از آن می گریزد، چون این نوع حمایت می تواند دست و پای دیگری را ببندد و به او احساس حذف شدن از بازی یا اسارت را بدهد. از آنجا که من حامی تو هستم و محافظت کردن از تو وظیفه من است، نمی توانم اجازه دهم تصمیمی بگیری که به خیر و صلاحت نیست. من هر کاری برای محافظت از تو و سرنوشتت لازم باشد انجام می دهم، حتی اگر این کار به کلی برخلاف خواست و نظر تو باشد. به عنوان محافظ تو چگونه می توانم اجازه دهم مرتکب چنین اشتباهی بشوی؟ چگونه به خود اجازه دهم که با این خطر مواجه شوی؟ بنابراین حمایت می تواند محدود کننده شود. اما در اینجا یک خبر بد و یک خبر خوب وجود دارد. خبر بد این که حمایت نمی تواند مشروط، منقطع و محدود کننده باشد. حمایتی با این کیفیت نمی تواند حس امنیت و دلگرمی را در رابطه ایجاد کند و فایده‌ای ندارد. چنین درک و نگرشی از حمایت کردن باعث می شود که نتوانیم در نقش حامی دیگران ظاهر شویم و رابطه تیمی یا امن بیافرینیم. خبر خوب هم این است که نیازی نیست حمایتمان از دیگری مشروط،
منقطع و محدود کننده باشد. می توانیم حمایتی نامشروط، پیوسته و رهایی بخش از دیگران داشته باشیم، چون حمایت این چیزی که معمولاً فکر می کنیم نیست. چرا حمایت نمی تواند مشروط، منقطع و محدود کننده باشد؟ و چگونه می توانیم از دیگران به صورت نامشروط، پیوسته و رهایی بخش حمایت کنیم؟ 1. حمایت مشروط به عشق و رابطه مطلوب نیست. مشروط کردن حمایت به عشق و علاقه منجر به محدود شدن غیر ارادی کسانی خواهد شد که می توانیم در تیم خود داشته باشیم. محدود شدن حمایت به کسانی که مورد علاقه ما هستند، رسیدن به رابطه مطلوب و دوست داشتنی را به واقعی شانسی و غیر انتخابی تبدیل می کند. یعنی وضعیتی که همکنون وجود دارد. چون همانطور که دیدیم حمایت خود لازمه رسیدن به رابطه دوستانه است. مشروط کردن حمایت به عشق از یک سو و مشروط بودن دوستی به حمایت از سوی دیگر کلاف سردرگمی را به وجود می آورد که همیشه انتخاب عشق را دور از دسترس قرار خواهد داد. چنین برخوردی به این معناست که ما قادر نخواهیم بود رابطه دوستانه و پایدار با کسانی که برایمان مهم هستند اما شانس از پیش دوست داشتنشان را نداشته ایم برقرار کنیم. حمایت پیش از دوستی قرار می گیرد و نباید آن را به عشق مشروط کرد. اگر روابطی را که ابتدا دوستانه نبوده و سپس ماهیتی دوستانه پیدا کردند بررسی کنیم، نکته جالب روشن می شود. لحظه چرخش رابطه نامطلوب به دوستی در بیشتر موارد هنگامی است که یکی از دو نفر در موقعیت دشواری قرار می گیرد و دیگری خواسته یا ناخواسته از او حمایت می کند و این حمایت به طور متقابل پاسخ داده می شود. حمایت کردن و حمایت شدن به قدری تجربه دلچسبی است که دو طرف با وجود همه بی‌علاقگی که به هم داشتند ترجیح می دهند به این کار ادامه دهند و این آغاز تجربه دوستی می شود. داستان: سالها پیش که نازگلی جون و مشغلی جون همسایه بودن، مشغلی هر وقت نازگلی رو میدید دلش میخواست یه چششو در بیاره، اما نازگلی خیلی ناز بود و چنین احساسی نداشت. اون دلش میخواست هر دوتا چشم مشغلی رو در بیاره. اون دوتا برای گرفتن حال همدیگه از هر فرصتی استفاده میکردن. یه روز نازگلی جون با توپ شیشه یه پنجره خونه رو شکست. مشغلی جون شاهد این واقعه بود. پدر نازگلی که خیلی شاکی شده بود از اون درباره شیشه شکسته توضیح خواست. نازگلی ترسان و با عجله گفت کار بچه‌ای بوده که در حال گذر از کوچه بودن. طفلکی مشغلی جونو که خیلی منتظر چنین فرصتی بود تا شاهد کنده شدن پوست کلش باشه یادش رفت. پدر نازگلی رو به مشغلی کرد و پرسید راست میگه؟ بیچاره نازگلی داشت پس میافتاد. کارش تمام بود. مشغلی داشت با خودش فکر میکرد داستان رو چطوری تعریف کنه که پیاز داغش بیشتر بشه. سینه‌ش رو صاف کرد و گفت بله، بچه‌های شروری بودن. نازگلی خواست دنبالشون کنه، من نذاشتم. میتونی بهت نازگلی رو تصور کنی، اما مشغلی خودش بهت زده تر بود و فکر میکرد چه کسی با بیل کوبید توی سرش که اینو گفت. اما به هر حال تا این لحظه که قلی جون برای خودش مشغلی شده، این حمایت ادامه دارد. برای حمایت به عشق نیازی نیست. پس چرا چنین باوری رایج است؟ مشروط شدن حمایت به کیستی و چیستی شخص به دلیل همان پیش‌فرض‌های بدیهی و عجیبی است که نظام باورهای خود را بر آنها بنا کردیم. برای ما بدیهی است که حمایت کردن از کسی لطفی است که به او می‌کنیم. لطف کردن به دیگری
یعنی پرداخت کردن هزینه مادی یا معنوی و این به ویژه درباره دیگری در صورتی عاقلانه است که او شایستگی و ارزش آن را داشته باشد. چرا باید چنین لطفی را به کسی بکنیم که شایسته آن نیست؟ نکته: بنیاد این بینش بر باور بدیهی و غلطی استوار شده است. باوری که حمایت را لطف کردن می‌داند. البته حمایت لطف کردن هست، اما لطف به خود، نه به دیگری. لطف به خود، نه به دیگری. اگرچه مورد حمایت بودن برکت و هدیه بزرگی است، اما داشتن کسانی که بتوانیم آنها را مورد حمایت خود قرار دهیم برکت و لطفی بزرگ نسبت به خودمان است. این از وجودمان تعریض نیرومند ارائه می دهد که توصیف آن دشوار است. بخش بزرگتر جاذبه پدر و مادر بودن مربوط به تجربه همین حس است. نکته: حمایت کردن، پاداش دادن به شخص مورد علاقه ما نیست، بلکه فرصت حمایت کردن خود هدیه‌ای بزرگ است که از هستی دریافت می‌کنیم. حس مورد حمایت دیگران بودن و همچنین حس مورد حمایت قرار دادن دیگران قدرت و جاذبه شگفت‌انگیزی دارد. حامی یکدیگر بودن چسب بی‌نظیری است که ما را به یکدیگر و به تیم می‌چسباند. تیم داشتن یعنی خانه‌ای داشتن و سرگردان نبودن. نیروی جاذبه حمایت در تیم به قدری زیاد است که اعضای آن حتی در شرایط سخت و آزاردهنده به ترک تیم فکر هم نمی کنند. شخص احساس می کند که به چیزی تعلق دارد و این حسی است که به سختی می تواند در جای دیگری پیدا کند و هیچ حس دیگری هم جایگزین آن نمی شود. این جریان چنان قدرت مهیبی دارد که همه گروه‌ها و انجمن‌های حتی مخوف و با اهداف غیر انسانی هم با استفاده از آن اعضای وفاداری برای خود دست و پا می‌کنند. برخلاف آنچه که از بیرون تصور می‌شود و برخلاف ماهیت غیر انسانی، گروه‌هایی مانند مافیا یا فراماسونری آنها از درون و میان خود فضایی حمایتگرایانه به وجود می آورند که به آنها با وجود اهداف غیر انسانی امکان تجربه یک حس عمیق و قوی انسانی را می دهد. حسی که چون نمی توانند خلأ آن را تحمل کنند، گروه را ترک نمی کنند. البته من هیچ وقت عضو هیچ گروه و دسته اجتماعی حتی از نوع خوبش هم نبودم، ولی میتوانم بگویم اگر گروهی توانسته از پایدار بماند، این نیروی پایداری مدیون حس حامیگری میان اعضای تیم است و نمیتوان آن را با ترس یا تطمیع ایجاد کرد. شاید شکل زیباتری از این داستان را بتوان در تیم‌هایی بهتر مشاهده کرد که در شرایط بسیار سخت جنگی یا کوهنوردی‌های طولانی قرار می‌گیرند. البته این شرایط وابسته به شکلگیری حمایت در همه اعضا نسبت به هم است. فکر می‌کنم در چنین مجموعه‌هایی قانون نانوشته‌ای وجود داشته باشد که می‌گوید هر خطایی بخشوده می‌شود غیر از عدم حمایت. حمایت یک انتخاب است. حمایت برخلاف عشق رویدادی خود به خودی نیست و بیشتر یک تصمیم ذهنی است. حتی زمانی که به عنوان پدر و مادر وارد تجربه قدرتمندی از حمایت می‌شویم، این وضعیت بیشتر تحت تاثیر تصمیم ذهنی ما برای حمایت کردن بوده است تا غریزی و ژنتیک. اعضای یک تیم به خاطر عشق و دوستی از یکدیگر حمایت نمی کنند.
آنها به این سبب از هم حمایت می کنند که به این حمایت به عنوان بالاترین اولویت متعهد شدند. زمانی که تصمیم میگیری خانواده جدیدی تشکیل دهی، تنها شانس موفقیتت این است که بدانی این تصمیم به معنی متحد شدن به حمایتی تمام قد و بدون پیش شرط از کسانی دیگر است. این روح حاکم بر رفتار تیمی است. این فضایی است که هر یک از اعضای تیم در آن نفس می‌کشند و آن را به طور خود به خودی بازی می‌کنند. 2. حمایت نمی‌تواند منقطع باشد. مهم است بدانیم که حامی بودن فقط مربوط به آنچه انجام می‌دهیم نیست، بلکه مربوط به اثر و احساسی است که در دیگری ایجاد می‌کنیم. این من نیستم که می‌توانم بگویم حامی کسی هستم یا نه. این اوست که می‌تواند مرا حامی خویش بداند یا نداند. تنها در صورتی من حامی کسی هستم که او مرا حامی خویش حس کند. منظورم این است که نمیتوانم به اعتبار همه کارهای خوب و فداکارانه‌ای که برای کسی انجام دادم خود را حامی او بدانم، در حالی که او به هر دلیلی درست یا غلط چنین احساسی ندارد. برای اینکه کسی را حامی خود بدانم، لازم است از حضور او حس امنیت و دلگرمی بگیرم. دلگرمی از تنها نماندن در شرایط سخت و به ویژه تنها نماندن در شرایطی که حاصل مستقیم اشتباههای خودم است. مهمترین شرط برای ایجاد حس امنیت در کسی پایداری حضور حامی است. اطمینان از حضور همیشگی حامی در ایجاد حس روانی امنیت بسیار تعیین کننده تر از میزان و قدرت حمایت اوست. نکته: فقط در صورتی من حامی کسی هستم که او مرا حامی خویش حس کند. زمانی که حمایت تو از دیگری به اصول و باید و نبایدهایت مشروط شده باشد، او از حمایت حس پایداری دریافت نمی کند. چون به روشنی نمی داند چه هنگام از خطوط قرمز تو عبور خواهد کرد و نیز او هیچگاه نمی تواند خطوطی را که در ذهن تو هستند به وضوح ببیند و درک کند و نمی تواند بداند که تا کجا توان یا میل باقی ماندن در چهارچوب تو را دارد. از همین رو حمایتی که ممکن است گاهی نباشد، هرچند به دلیلی مهم حمایت نیست. یعنی دریافت کننده آن را حمایت نمی داند. برای درک آن شاید مثال کمربند ایمنی ماشین و ایربگ مناسب باشد. ایربگ ماشین زمانی که عمل می کند، عملکردی بسیار قدرتمندتر و کاملتر از کمربند ایمنی دارد. ایربگ می تواند سرنشین را از تصادف‌های زنده بیرون بیاورد که کمربند هرگز نمی تواند. با این وجود ایربگ نمی تواند جای کمربند ایمنی را بگیرد. حتی مشغولی که ماشینش 12 تا ایربگ دارد بدون کمربند ایمنی احساس امنیت نمی کند، چون حمایت ایربگ برخلاف کمربند مشروط و منقطع است. مشغولی نمی داند چه وقت ایربگ ماشین عمل خواهد کرد. عملکرد ایربگ مشروط به شدت و نوع ضربه است و به نظر می رسد اولویت اول آن مشغولی نیست، بلکه محاسبات خودش است. بیشک وجود ایربگ یک یاور گران قیمت و ارزشمند است، اما حامی نیست. عدم عملکرد ایربگ در مواقع ضروری ممکن است 1 در 1000 یا میلیون باشد، اما مشغولی از کجا بداند که نوبت این 1 در 1000 فرا می رسد؟
او کمربند ایمنی را با وجود عملکرد ضعیفش همیشه روی بدن خود حس می کند و می داند همیشه هست. هر زمان هم که بخواهد می تواند بازش کند. بنابراین کمربند در ماشین یک وسیله ضروری است، اما ایربگ وسیله مهم. با این همه پیشتر خبر خوب این را گفتیم، مشکلی برای منقطع نبودن حمایت وجود ندارد. چرا حمایت می تواند همیشگی باشد؟ چیزی که باعث می شود تصور حمایت همیشگی و بدون شرط سخت باشد، موضوع کمک کردن است. وقتی کسی می خواهد به خودش یا دیگران آسیب برساند، چگونه می شود به او کمک کرد؟ چرا باید به انجام رویدادی کمک کنم که برخلاف اصول و چارچوب‌های من است؟ بدون شک شرایطی وجود دارد که در آن شرایط کمک کردن به دیگری نه درست است و نه ممکن. یعنی نمی شود همیشه و بدون قید و شرط به کسی کمک کرد، اما همیشه می توان حامی بود، چون حمایت کردن کمک کردن نیست. لزوماً نه حامی کمک کننده است و نه کمک کننده حامی. اگرچه بیشتر ما یکی بودن کمک و حمایت را بدیهی می‌دانیم، اما این بر واقعیت قابل مشاهده در پیرامونمان منطبق نیست. هستند کسانی که به ما کمک می‌کنند، اما ما هیچگاه آنها را حامی خویش نمی‌دانیم. پدری را تصور کنید که بی‌وقفه در حال کمک کردن به فرزند خویش و وفاداری کردن برای اوست، اما فرزند در حضور او حس ترس و نگرانی یا احساس تنها بودن دارد. یا معلم‌های خود را در تمامی دوران تحصیلیت به یاد بیاور. تمامی آن عزیزان یاور و کمک کننده واقعی بودند، اما چند نفر از آنان به ما حس امنیت و دلگرمی نسبت به درس و مدرسه را منتقل می‌کردند. در تیم کوهنوردی همیشه کسی هست که پایین می‌ایستد و به عنوان آخرین نفر صعود می‌کند. او تنابی در دست دارد که به فرد صعود کننده متصل است و هیچ کار دیگری انجام نمی‌دهد. او فقط به عنوان حامی همتیمی‌هایش ایستاده و از بقیه پشتیبانی می‌کند. من با چند کوهنورد صحبت می‌کردم و همگی به این مسئله معترف بودند که حامی در طی صعود شاید هیچ کاری انجام ندهد، ولی وقتی هست ما برای صعود خیالمان راحت است و بدون وجود حامی عملاً صعود غیر ممکن است. نکته: حامی در طی صعود شاید هیچ کاری انجام ندهد، ولی وقتی هست ما برای صعود خیالمان راحت است. چرا در باور رایج حمایت و کمک کردن یکی دانسته می شود؟ این هم از همان نتیجه گیری های خود به خودی است که از بدیهیات عجیب به دست آمده. برای بیشتر افراد بدیهی است که حمایت از کسی را حمایت از تصمیم‌های او بدانند. به همین دلیل حمایت و کمک کردن را یکسان می‌دانیم، که البته در این صورت حمایت باید منقطع باشد، حالانکه حمایت پشتیبانی از تصمیم‌های شخص نیست، بلکه پشتیبانی از خود اوست. خود او به عنوان یک انسان که نیاز به دلگرمی و تنها نبودن در مواجهه با ترس‌ها و عواقب تصمیم‌های اشتباهش دارد. وقتی که حمایت کردن از دیگری به معنی حمایت همیشگی از تصمیم او نباشد، دیگر هیچ پیش شرطی نیاز ندارد. نکته: من از تو حمایت می کنم، نه از تصمیم‌های تو. بنابراین می توانم با تصمیم‌های تو کاملا مخالف باشم، ولی خود تو و وجود تو همیشه تحت حمایت من است. من در هر شرایطی تکیه‌گاه و پشتیبان تو هستم.
رفیق شما می‌خواهد کار خوب خودش را رها کند تا به کاری غیر قانونی بپردازد. با کار و تصمیم او موافق نیستی و بدون تردید هیچ کمکی برای انجام این کار به او نمی‌کنی و تلاش هم می‌کنی او را از تصمیمش منصرف کنی. اما در نهایت او این کار را انجام می‌دهد و گرفتار می‌شود. با او موافق نبودی، اکنون هم نیستی. اما در تمام دوران محکومیتش کسی که برایش مانده است تا بتواند بهای اشتباهاتش را بپردازد تو هستی. حمایت کردن از کسی مربوط به موافق یا مخالف بودن با او نیست. چنین رابطه‌ای ممکن است و وجود خارجی دارد. این همان رابطه‌ای است که با دوست خود برقرار می‌کنی. وقتی مشغولی پیش تو می آید و در مورد تصمیم ویرانگر خود صحبت می کند، برآشفته می شوی و تلاش می کنی او را از این اشتباه منصرف کنی. او می خواهد از نازگلی جدا شود در حالی که بچه دارد و دلایلش ناکافی و کودکانه است. تمام راهنمودها و خرد تو در اختیار اوست. اما زمانی که متوجه می شوی تصمیم خود را گرفته است، مانع تصمیمش نمی شوی و به طور مثال شناسنامه‌اش را پنهان نمی کنی یا عده‌ای را اجیر نمی کنی که او را کتک بزنند. همچنین رابطه‌ات را با او قطع و دوستیت را بر او حرام نمی کنی. با آگاهی از شرایط مشغولی به روشنی می دیدی این روزهای سخت که اکنون می گذراند در انتظار او خواهد بود. اما با همه بی‌اعتنایی‌های او به مخالفت‌ها و هشدارهایت، این تو هستی که او را در عبور از این دوران سخت همراهی می‌کنی. به همین دلیل بود که او ترجیح می‌داد تصمیمش را با تو در میان بگذارد، نه با عمو جانش. همیشه این امکان وجود دارد که کمک کننده خود را از دست بدهیم، زیرا حضور و کمک‌های او مشروط به رو به راه بودن رابطه است. اما از دست دادن حضور و پشتیبانی یک حامی آخرین چیزی است که می‌توانیم نگرانش باشیم. عموی مشغولی کمک‌های بزرگی به او می‌کند. بعضی وقتها کارهایی می‌کند که پدرش هم برایش نمی‌کند. اما این کمک‌ها همیشگی نیست و فقط زمانی است که عمو جان حالش خوب باشد. اما پدر مشغولی با اینکه کار زیادی برای مشغولی نمی کند، اما هر زمان که او بخواهد حضور دارد، به خصوص درست وقتی که مشغولی احساس تنهایی و ناامنی می کند. یعنی زمانهایی که پسر خوبی نبوده و حتی عمو جان نمی خواهد ببیندش. حالا مشغولی از چه کسی می تواند احساس امنیت بگیرد؟ آیا نزدیکان تو این اطمینان خاطر را دارند که در صورت برانگیختن خشم و ناخشنودی تو و با وجود هر مجازاتی که در انتظارشان هست هرگز دستشان را رها نخواهی کرد؟ آیا می‌دانند لازم نیست که نگران تنها ماندن و عدم پشتیبانی باشند؟ آیا تو همان کسی هستی که این احساس را به آنها بخشیده‌ای؟ هر چه که پیش بیاید و هر ناخشنودی که میان شما رخ دهد هرگز پشت آنها را خالی نمی کنی؟ و تو همان کسی هستی که آنها می توانند در صورت نیاز در مقابلت شهامت شفافیت و صداقت را داشته باشند؟ اگر تو گمان می کنی چنین شخصی هستی اما آنها چنین احساسی ندارند، پس در کمال تأسف باید بگویم تا کنون چنین شخصی نبوده ای. نکته: تنها زمانی میتوانی خودت را حامی دیگری بدانی که او بداند حتی زمانی که با او موافق نیستی هم تو را در کنار خیش دارد. اینکه حمایت کردن کمک کردن نیست به این معنی نیست که حمایت ربطی به کمک کردن ندارد. حامی همواره حاضر به کمک کردن است، اگر این کمک در چهارچوب اصول و توانایی‌های او باشد. کسی که بدون قید و شرط کمک می‌کند یاور است، نه حامی. کمک‌های حامی کمک‌های مشروط هستند.
اما خود حمایت او مشروط به چیزی نیست. رفتارهای حمایتگرایانه حامی در نهایت بر اساس تفکرات، نگرش‌ها و در حد توانش خواهد بود و نه الزاماً بر اساس خواسته و توقع ما. حامی ممکن است به این دلیل که با تصمیم من موافق نیست به من کمک نکند، ولی همیشه می‌دانم و مطمئن هستم که او در کنارم حضوری مداوم و بدون قید و شرط دارد و زمانی که به دردسر می‌افتم تلاش می‌کند تا من راه نجاتم را بیابم، حتی اگر این همان دردسری باشد که بارها وقوعش را گوشزد کرده بود. ولی یک کمک کننده در زمان بروز اختلاف‌ها یا بحرانی شدن رابطه معمولاً حضور ندارد. 3. حمایت نمیتواند محدود کننده باشد. زمانی که برای حفاظت از شخص مورد حمایتمان وظیفه خود می‌دانیم که او را از همه خطرهای احتمالی دور نگه داریم، گرداگرد او از تصمیم و اراده خود یک سپر محافظتی می‌سازیم. تصمیمی که متعلق به او بوده، اما من تشخیص دادم که او قادر نیست به درستی تصمیم بگیرد و خود را دچار دردسر خواهد کرد. این من هستم که می‌دانم رفت و آمد با چه کسانی برای او مفید است و چه رشته تحصیلی آینده او را تأمین خواهد کرد. ازدواج با چه کسی به خوشبختی او منجر خواهد شد و یا گوش دادن به چه نوع موسیقی شایسته است. نکته جالب این است که شاید در بیشتر موارد تشخیص من درست‌تر از او بوده باشد. اما چرا حتی چنین رفتار دلسوزانه‌ای هم باعث نمی‌شود که او مرا حامی خود حس کند؟ این توجه و دلسوزی که بیشتر زمانی بروز می‌کند که خود را بزرگتر و مسئول دیگری می‌دانیم، ممکن است محیطی امن و بی خطر برای او ایجاد کند. اما در عین حال او با به یاد آوردن تو نه احساس امنیت و دلگرمی که احساس اسارت و ناتوانی خواهد کرد. دلیل آن هم بسیار ساده است. احساس امنیت جایی و زمانی مفهوم دارد که امکان خطر کردن وجود داشته باشد. جایی که تو نمیتوانی مرتکب خطری شوی یا با تهدیدی مواجه شوی. حس امنیت هم مفهومی برایت نخواهد داشت. کمربند ایمنی به تو احساس امنیت میدهد، اما چه هنگام؟ هنگامی که در خودرویی هستی و امکان برخورد با چیزی وجود داشته باشد. در خودرویی که در پارکینگ منزل پارک شده است یا روی مبل داخل پذیرایی، وجود کمربند ایمنی چه حسی غیر از محدودیت ایجاد خواهد کرد؟ نکته: احساس امنیت جایی و زمانی مفهوم دارد که امکان خطر کردن وجود داشته باشد. شاید یک سلول انفرادی در زندان ایمن‌ترین جای دنیا باشد. اما چه کسی تجربه سلول انفرادی را با جمله‌ای مثل وای چقدر در اونجا احساس امنیت می‌کردم بیان کرده یا از زندانبان خود به عنوان حامی یاد کرده است؟ داستان: در یادگیری دوچرخه سواری نازگلی، مشغولی میخواد از اون حمایت کنه. آخه اون عاشق نازگلیه. برای همین اجازه نمیده نازگلی از دوچرخه بدون چرخهای کمکی استفاده کنه. اما اینم کافی نیست. اون با خودش فکر میکنه اگه نازگلی جانم زمین بخوره خاک بر سرم میشه. پس فرمان رو هم در دستش میگیره. ولی خوب که فکر میکنه میبینه خیلی بیشتر از این حرفا عاشق نازگلیه. پس نازگلی جان خطر چرا؟ پیاده شو، خودم به جا دوچرخه سواری میکنم. حالا مشغولی داره عرق ریزان و رکاب زنان رکاب میزند و چنین میپندارد که چقدر نازگلی باید از وجود چنین
حامی فداکاری احساس امنیت کرده باشد. اما نازگلی در رویارویی با کدام خطر نیاز به دلگرمی ناشی از حضور حامی دارد؟ مشغولی جان همان چرخهای کمکی برای تبدیل خطر دوچرخه سواری به بیگاری 4 چرخ سواری کافی بود. هنگام دوچرخه سواری از بابت زمین خوردن احساس امنیت یا ناامنی وجود دارد. اما آیا انتظار داری کسی که اصلا دوچرخه ندارد از عدم امکان زمین خوردن با دوچرخه احساس امنیت کند؟ وقتی بچه بودم شوهرخاله من تنها کسی بود که چرخهای کمکی دوچرخه مرا باز کرد و اجازه داد با خطر زمین خوردن مواجه بشم. اون در تمام مدت پشت سر دوچرخه من گام به گام حرکت می کرد و مرا از حضور خود مطمئن می ساخت. حضور اون واقعا دلگرم کننده بود. دلگرمی که بعد از گذشت 10 سال هنوز به یادم مانده است. ترس و هیجان رکاب زدن روی دوچرخ بدون هیچ نگهدارنده‌ای حضور کسی را برای همیشه در خاطرت ثبت می کند. کسی را که از پشت سر هوایت را دارد تا هنگام خطر زمین خوردن تنها نباشی. وقتی با تصمیم گرفتن به جای دیگری بر این باوری که مانع از اشتباه کردن او میشوی، شاید حق با تو باشد. اما اگر انتظار داری با این کار او احساس امنیت هم بکند و تو را حامی خود ببیند، این چیزی است که هرگز رخ نخواهد داد. تو با این کار او را از بازی خودش محروم کرده ای و به جای او بازی کرده ای. من که با حذف شدن از بازی خودم احساس چلمنگی خواهم کرد، نه امنیت. حمایت کردن به جای همدیگر بازی کردن و به جای هم تصمیم گرفتن نیست، بلکه فراهم آوردن بهترین شرایط برای تصمیم گرفتن یکدیگر است. در یک بازی تیمی بازیکنان ممکن است با سر و صدا و حرکات دست و پا تلاش کنند همبازی خود را از بهترین ضربه که او میتواند به توپ بزند آگاه کنند، اما در نهایت اجازه میدهند که او خود به توپ ضربه بزند و نمیروند به جای او ضربه را بزنند. وقتی هم نوبت تصمیم گیری من است، پاس من وابسته به این نخواهد بود که او پیش از این چگونه به من پاس داده است. عضو یک تیم مستقل از آنچه در گذشته رخ داده تلاش می کند که بهترین ضربه ممکن را به توپ بزند، چون این یک تیم است. اگر حالا که توپ به من رسیده به این علت که دیگران در نوبت خود گند زدند، پس آن را به میان تماشاگران شوت کنم. بیانگر این است که من هیچگاه تیم نداشتم و تا به حال فقط در یک گروه بازی می کردم. این حمایت بازیکنان از یکدیگر است که بازی‌های تیمی را بسیار زیبا و جذاب کرده و اگر دقت کنی می‌بینی که میزان جذابیت رشته‌های مختلف ارتباط مستقیمی با میزان حمایت بازیکنان از یکدیگر دارد. نکته: حمایت، فراهم آوردن بهترین شرایط برای تصمیم گرفتن یکدیگر است. اگر تو بازیکنی هستی که می‌خواهی هم نوبت خودت را بازی کنی هم نوبت دیگری را، چون فکر می‌کنی که او آنقدر قوی یا باهوش نیست که بتواند خودش بازی درستی انجام دهد، البته ممکن است درست فکر کرده باشی، غیر از این که این نوبت بازی اوست که داری عین اختاپوس میبلعیش، اینجاست که بازی برنده را به بازی تیمی ترجیح داده ای و زمانی خواهد رسید که در خواهی یافت مدت هاست او را از دست داده ای. چون اگر تو بهترین، منصفترین، باهوشترین و خلاصه همه ترین های هستی باشی، سر آخر برای او یک دوست و همبازی نخواهی بود، بهترین اختاپوس دنیا خواهی بود. بدون آزادی، امنیت یا احساس نمی شود یا ارزش خود را از دست می دهد. هیچ کس حفاظت طولانی مدت را تحمل نخواهد کرد. حفاظت در کوتاه مدت
حس امنیت ایجاد می کند، ولی در بلند مدت این حس جای خود را به حس اسارت می دهد. گفتیم که نیاز به حس امنیت به قدری زیاد است که به طور معمول ما چیزی را با آن عوض نمی کنیم و برای بقای آن حاضریم هر بهایی را بپردازیم، از جمله تحمل رابطه بد، اما تنها بهایی که حاضر نیستیم بابت آن بپردازیم آزادی است. داستان: پدر مشغولی آدمی بود که در زندگی سختی‌های زیادی کشیده بود و می‌خواست پسرش زندگی ایدئالی داشته باشه و به قول معروف اجازه نمیداد آب توی دل مشغولی تکون بخوره. اون خودش رو بزرگترین حامی پسرش میدونست و برای این کار تقریباً اجازه هیچ کاری رو به فرزندش نمیداد. میتونم به جرئت بگم که تا دوران دبیرستان من تنها دوست مشغولی بودم، چون من از همه فیلتراش عبور کرده بودم و خیالش از من راحت بود. اون اونقدر حامی مشغولی بود که به جای اون فکر میکرد و تصمیم میگرفت. اون تعیین میکرد پسرش چه بازی رو و با چه کسی انجام بده، چه کتابی بخونه. دامنه این حمایت به جای رسید که اون بود که تصمیم گرفت بهترین رشته برای ادامه تحصیل مشغولی در دبیرستان و دانشگاه باشه. اون دوست داشت فرزندش پزشک بشه و برای رسیدن به این هدف از هیچ کمکی دریغ نمی‌کرد. امروز مشغولی بعد از قبولی در رشته پزشکی مهندس صنایع شده و در یک کارخانه مدیر تولید است. اوضاع بدی ندارد. البته الان 40 سال دارد و تازه 5 سال است که فارغ التحصیل شده. چون در طی این سالها با وجود علاقه زیاد به ریاضی فقط به خاطر خواست پدرش و حمایت‌های بی‌دریغ اون مجبور شد رشته تجربی رو انتخاب کنه و چند سالی هم به زور پزشکی خوند. زمانی که توانست خودش برای زندگیش تصمیم بگیرد، مسیرش رو تغییر داد. البته آدم باهوش و خوششانسی بود که توانست تغییر مسیر زندگی را به موقع انجام دهد، وگرنه معلوم نبود چه سرنوشتی براش رقم می‌خورد. پدر مشغولی میگوید که بزرگترین و شاید تنها حامی واقعی مشغولی در زندگیش بوده، اما مشغولی میگوید بهترین سالهای عمرش را در زندان پدرش از دست داده است. حمایت نمیتواند محدود کننده باشد، اما خبر خوب این است که نیازی هم نیست که حمایت محدود کننده باشد. حمایت میتواند رهایی بخش هم باشد، چون برخلاف آنچه که بدیهی میدانیم، حمایت حفاظت نیست، حضور است. حمایت حضور است. حفاظت دور کردن دیگری از محیط خطر و مانع شدن از روبرو شدن او با تهدیدهاست. البته بیشک بعضی مواقع چنین حفاظتی لازم است، اما هیچ کس چنین وضعیتی را برای مدت طولانی دوست ندارد. اما حمایت حضور است. حامی اجازه می دهد که شخص مورد حمایت در نهایت تصمیم خود را بگیرد و با خطرها و اشتباهات خود مواجه شود و این گونه او را از امکان بازی خود محروم نمی کند. من اگر امکان بازی کردن در تیم را نداشته باشم، حمایت همتیمی را می خواهم چه کنم؟ داشتن حامی یعنی داشتن پشتیبان در رویی با خطر و اشتباه. پشتیبانی که شدت برخورد و سختی آسیب‌های ناشی از آن را کاهش می‌دهد، اما آزادی اراده و تصمیم گیری را از بین نمی‌برد. نکته: حمایت حذف خطر نیست. حضور داشتن و پشتیبانی کردن در زمان خطر است. جمع‌بندی: حمایت کردن نیازی به عاشق بودن ندارد، بلکه یک تصمیم ذهنی برای کمک کردن به رابطه است.
همچنین حمایت کمک کردن نیست، پشتیبانی کردن است و حمایت حفاظت نیست، حضور است. در نتیجه حمایت می تواند و باید که بدون پیش شرط، بی قید و شرط پیوسته و رهایی بخش باشد. اینها سه اصل بنیادین حمایت هستند. پس از کشف ویژگی‌های حمایت می خواهیم که حمایت را به طور دقیق تعریف کنیم. هدف از رسیدن به تعریف ساده و جامع از حمایت یا رفتار تیمی دستیابی به معیاری قابل درک است که بتواند به سادگی به ما نشان دهد وقتی در یک تیم با همتیمی‌های خود برخورد می‌کنیم، تصمیم‌ها و رفتارهای ما آیا منطبق بر رفتار صحیح تیمی و در جهت حمایت قرار دارد یا خیر. با توجه به هر آنچه که گفته شد، اکنون واضح است که حمایت رفتاری است که در نهایت منجر به ایجاد احساس امنیت شود. البته نکته به همین سادگی هم نیست، چون نکته این است که احساس امنیت نسبت به چه چیزی؟ فراموش نکنیم هر زمان که حمایت پایدار از دیگران مطرح شود، با آنها تیم تشکیل داده‌ایم. بنابراین حمایت در درون رابطه تیمی مفهوم پیدا می‌کند، حتی اگر این تیم از 2 نفر تشکیل شده باشد. جستجوی امنیت پایدار جستجوی سرپناه است، سرپناهی برای در امان ماندن از سرگردانی. سرپناه پایدار حس داشتن خانه را به ما می‌دهد. با ساختن تیم در حال ساختن خانه‌ای برای زندگی هستیم. نکته کلیدی اینجاست که باید بدانیم وقتی او می‌خواهد با من تیم تشکیل دهد، چه بداند یا نه، به دنبال خود من نیست، بلکه به دنبال خانه‌ای است که رابطه تیمی با من برایش به ارمغان آورد. سرپناهی که در آن احساس آرامش ذهنی و عاطفی را می‌تواند پیدا کند. اعضای یک خانواده واقعی تلاش می‌کنند که خانه جای امن‌تر و دوست داشتنی تری برای زندگی باشد. این همان چیزی است که به دنبال آن هستیم. ما می‌خواهیم در خانه‌ای که با هم بنا کردیم حس امنیت و آرامش را تجربه کنیم و این بسیار مهمتر از داشتن حس امنیت نسبت به یکدیگر است. آنچه در یک رابطه تیمی مهم است، شخص من نیست، بلکه تیم است. بنابراین رفتارهای من میباید که احساس امن بودن تیم را به همتیمی‌های من منتقل کند، نه امن بودن من را. آنچه حس امنیت میبخشد خانه و خانواده است، نه شخص من. با رسیدن مشغولی به سن نوجوانی و شروع سرکشی‌های خاص این سن، مشغولی با بیشتر اعضای خانواده پرجمعیت خود اختلاف‌هایی پیدا کرد. پدر و برادرها رفتارهای سنت شکنانه او را بر نمی‌تابیدند. در آن سالها فقط خواهر بزرگتر و مادر مشغولی سر آشتی با او داشتند و تلاش می‌کردند تا از او حمایت کنند. اما روش آن دو با یکدیگر متفاوت بود. خواهر مشغولی سعی در نزدیک کردن او به خودش را داشت. رفتارهای او به گونه‌ای بود که مشغولی خواهر را جایی امن و خانواده را ناامن‌تر حس می‌کرد. اما مادر به دنبال ایمن جلوه دادن آغوش خود نبود. او تمام تلاشش را می‌کرد که اطمینان از دست رفته مشغولی به خانواده دوباره زنده شود و مشغولی امنیت بودن در خانواده را حس کند. او با میانداری و آرام کردن جو متشنج از مشغولی در برابر خانواده حمایت نمی‌کرد،
بلکه از خانواده در برابر تزلزل و فروپاشی حمایت میکرد. مادر دوست داشت مشغولی حس کند که در میان خانواده خود در خانه است که به آن تعلق دارد و این مهمتر از هر اختلافی است. خواهر تلاش میکرد در آن ناامنی خانه از او حمایت کند، ولی مادر تلاش میکرد خانه را برایش امن کند. اکنون سالها گذشته است و مشغولی هر دو را عاشقانه به یاد میآورد، اما در حافظه تاریخی او تنها یک حامی از آن دوران وجود دارد. اکنون در راستای آفرینش یک رابطه امن می توانی هر رفتار، گفتار و تصمیم خود را با این بینش تنظیم کنی. بینش حمایت. حمایت در رابطه امن حضوری مداوم، نامشروط و آزادی بخش است که به گونه‌ای بر دیگری اثر بگذارد که اطمینان خاطر او نسبت به تیم بیشتر شود و باعث شود او تیم را خانه خود بیابد. حامی بودن تیم را برای بقیه اعضا امن و قابل اطمینان می کند. حامی من کسی است که با وجود او خانه ما، یعنی فضای مشترک میان ما، مکان قابل اطمینان تر و امن تری برای من است. پایان فصل 3.